لیبلغ الشاهد الغائب، آدم هایی که همین سخن ها رو شنید، شاهد و حاضر بود، این سخن ها رو برده به غایب ها رساند. یعنی این دلالت به پدلیتیه. شما سخن نیک شنیدید، شما از این امر معروف، از این درس بهره بردید، پدلیت کنید. یعنی که تا اینکه دیگران بهره مند شوند. تبادل میگوید به زبان تاجیکی، تبادلی نوار کنید. ویدیو رو پدلیت کنید یعنی تبادلی نوار کنید. در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله این گونه بود. در زمان ما آسان، تکنیک، ترقیات میگیرید پدلیت میگید، تمام عینا همون سخن و همون نوارش که دیگه تماشا میکنند. پیش چی؟ پیش نه، ما پیامبر صلی الله علیه و آله دیدیم پیامبر صلی الله علیه و آله سه چیزا گفتن و دو تا چیزاش در خاطر من گفته میگفت آدمو. اگر همش داند همش میگفت. کم کرده میگفت، مختصر کرده میگفت، اون خیلی با تاثیر کرده نمیگفت. زمانی ما از زمان آنها دیده یعنی که ترقیات هست لیکن استفاده کم است. لیبلغ الشاهد الغائب، اون آدمایی که شاهدی این سخن ها بودن به غایب ها این سخن ها رو برده رساند. فرمان است. الامر للوجوب اصلا امر به واجبیت دلالت میکنند، یعنی باید رسانید. فإن الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه، شاید اون آدمایی که حاضر در همینجا شاهد است برده رساند به یک شخصی که از او دیده اوعا هست یعنی افهم، فهمش زیادتر است. خب این حدیث دلالت میکند که انسان سخن علم را که شنید، علم را که آموخت به دیگرها هم برده میرساند تا اینکه بخیل نشود. خیر را خودش که گرفت به دیگرها هم دهد. والله تعالی اعلم.